السلام عليكم برگردان عزیز. التماس باید که همدیگه را احترام کنیم، به عزت نفس دیگر نرسیم. همچون مادر من برای شما سخنهای خوب و جالب دایم پیشنهاد میکنم. از شما خواهش میکنم که به طرف من یگان سخن ناجور نگین. سخن ناجور میگین برای خودتان این مشکل میشه در این دنیا و در قیامت. برای همین همچون مادر مثل سخنهای مرا قبول کنین و احترام به جای بیارین. احترام رو رعایت کنین. چون که ما تاجیکا در روی عالم ما رو همچون چی میشناسن؟ همچون مسلمان، همچون از اولاد امام بخاری، همچون مثل عالمایی که ما داریم. مثل عالمای ما داریم که یگان میله نداره. برای همین ما نباید که احترامی بین مثل آدمی که به شما یک سخن خوب میگوید و شما از آن سخن خوب میفهمید، نباید که احترامی اون انسان مثل که رعایت نکرده باشین. رعایت باید کنین، احترام به جای بیارین. به من یگان سخنهای پست بلند نگویید، برای اینکه من شما سخن پست بلند نمیگم و نمیخوام که از جانی شما به طرف من سخن پست بلند گفته شود.